کلمات توی قراردادها از اهمیت خیلی زیادی برخوردار هستند. در واقع این کلمات هستند که به قرارداد شما روح میدن. خیلی از مشکلاتی که توی قراردادها من میبینم اینی که از کلمات به درستی استفاده نشده. آقای سلیمانی، از نگاه شما اهمیت وجود کلمات توی قرارداد به چه صورت؟ قبلا خدمتون گفته بودم که یک مثال معروف توی علم حقوق هست که میگه کلمات رو باید با الماس سنجید. این مثال معروف اینو داره به ما میفهمونه که کلمات توی قراردادها چقدر مهمن. ماده 224 قانون مدنی ایران میگه الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. این ماده قانونی داره اینو به ما میگه که چقدر کلمات و معنی کلماتی که توی قراردادها استفاده میکنیم چقدر مهمن و سرنوشت سازن. اینو باید دقت بکنید که طبق اصل 15 قانون اساسی ایران زبانی که توی قراردادها داریم ازش استفاده میکنیم باید به صورت زبان فارسی رسمی باشه. بنابراین به هیچ عنوان از زبان فارسی عامیانه یا کوچه بازاری توی قراردادهاتون به هیچ وجه استفاده نکنید. یک بخشی از کلماتی که تو زبان فارسی وجود دارن معمولاً 2 یا چند تا معنی دارن. مثل کلمه شیر که میتونه به معنی حیوان شیر، شیر آب یا شیر خوراکی باشه. بنابراین این نکته رو میخوام خدمتون بگم که هر کلمه‌ای که توی قرارداد استفاده میکنین و احیانا اگر 2 یا چند تا معنی داشت، حتما از چنین کلماتی رفع ابهام کنید و صراحتاً اعلام کنید که اون کلمه محمول بر کدوم یکی از معانیش هستش. آقای سلیمانی، چند تا از کلمات هستن که اصلا معنی ندارن ولی توی کار و حرفه ما تخصصی هستن، مثل مساله. آیا لازمه که اینها رو هم توی قراردادمون به صورت کامل توضیح بدیم؟ بله همینطوره. مثلا به عنوان مثال کلمه مساله توی شغل کناف میتونه به معنی گچبرگ کیپلاس باشه یا نمیدونم سازهای گالوانیزه باشه، در صورتی که توی عرف عام وقتی به یک آدمی شما میگید مساله، معنی که توی ذهنش متبادر میشه کلمه شن، ماسه، سیمان، گچ و امثال این هاست. بنابراین اگر قراره شما توی قراردادتون از کلمه مصالح استفاده کنید، باید به خوبی و شفاف و دقیق کلمه مصالح رو معنی کنید. حالا آقای سلیمانی، ما که نمیتونیم بیایم تمام تک تک کلماتی که توی قراردادمون استفاده میکنیم و بیایم توی معنی الفاظ توضیح بدیم. حالا اگر توی کلمه‌ای که ما اونو معنی نکردیم با کارفرمای خودمون به مشکل خوردیم، اون وقت باید چی کار کنیم؟ قطعاً اگه قرار باشه تک تک کلماتی که ما توی قرارداد ازش استفاده میکنیم و بخوایم همشون رو توی قرارداد معنی بکنیم، خب قرارداد خیلی طولانی میشه، حوصله سربر میشه و اصلا یه چیز افتضاحی از آب در میاد. بنابراین صرفاً ما به معنی کلماتی که بیشترین چالش رو باهاشون داریم بسنده میکنیم و اما در صورتی که راجع به کلمه‌ای که توی قرارداد معنیش نکردیم با کارفرما دچار چالش یا اختلاف شدیم، این اختیار رو ما میدیم به ناظر و در صورتی که راجع به چنین کلمه‌ای به اختلاف خوردیم، ناظر بیاد اون کلمه رو واسه ما معنی بکنه و در حقیقت حل اختلاف کنه. خب بریم سراغ متن اصلی قراردادمون. ماده اول بود طرفین قرارداد، ماده دوم معنی الفاظ. معنی الفاظ به کار رفته در این قرارداد به شرح ذیل می باشد: 1 از 2 محل پروژه، محل یا مکانی که موضوع قرارداد در آن محل یا مکان صورت میپذیرد. این به این معنیه که محل پروژه همون محل یا مکانیه که قرار عملیات کناف اونجا اجرا بشه. متن قرارداد 2 از 2 تسلیم محل پروژه، در اختیار قرار دادن محل پروژه به مجری به نحوی که عاری از هر گونه مانع جهت انجام موضوع قرارداد باشد. محل پروژه رو قبلا خدمتون توضیح دادم. حالا تسلیم محل پروژه به این معنیه که کارفرما باید به صورتی بیاد محل پروژه رو به مجری تحویل بده که هیچ مانعی برای اجرای عملیات کناف وجود نداشته باشه. شما باید آدرس محل پروژه‌ای که قرار عملیات نصب رو در اونجا انجام بدین رو در این قسمت بیارید. 1 تبصره اضافه می‌کنیم. بریم سراغ متن اصلی قرارداد. تبصره 1: آدرس محل پروژه: گرگان، عدالت 93، خیابان فروردین، ساختمان بهشت، طبقه 4، واحد 3. حتما دقت کنید که آدرس محل پروژه رو به صورت کاملا دقیق توی قرارداد ذکر کنید. یعنی هم اسم ساختمون، اسم واحد، طبقه، همه اینها ذکر بشه.
بریم سراغ ادامه متن قرارداد. 3 از 2 مساله اشاره به موارد مذکور در بند 1 از 3 قرارداد دارد. قبلا راجع به واژه مصالح صحبت کردیم. برای اینکه توی قراردادمون دائما تکرار نکنیم که آقا مصالح به چه معنیه، صرفا به ذکر بند 1 از 3 قرارداد بسنده میکنیم. آقای سلیمانی، به جای کلمه مصالح چرا از کلمه مواد استفاده نمی‌کنیم؟ به این دلیل که دامنه معنی لغت مواد نسبت به کلمه مصالح بسیار گسترده تره. به همین دلیل از کلمه مصالح اومدیم استفاده کردیم. بیاین یک بار دیگه به طور کامل ماده دوم قرارداد رو با هم دیگه مرور کنیم. ماده دوم معنی الفاظ. معنی الفاظ به کار رفته در این قرارداد به شرح ذیل می باشد. 1 از 2 محل پروژه، محل یا مکانی که موضوع قرارداد در آن محل یا مکان صورت میپذیرد. 2 از 2 تسلیم محل پروژه، در اختیار قرار دادن محل پروژه به مجری به نحوی که عاری از هر گونه مانع جهت انجام موضوع قرارداد باشد. تبصره 1 آدرس محل پروژه: گرگان، عدالت 93، خیابان فروردین، ساختمان بهشت، طبقه 4، واحد 3. 3 از 2 مساله اشاره به موارد مذکور در بند 1 از 3 قرارداد دارد. آقای سلیمانی، نکته چیزی دیگه هست که اینجا بخوایم بهش اضافه کنیم؟ اینجا لازمه که خدمتتون بگم اگر این قرارداد رو به بدن انسان تشبیه کنیم، ماده 2 قرارداد حکم قلب انسان رو داره. بنابراین لازمه که به این ماده توجه کافی رو داشته باشید. در نهایت این که لازمه چند تا نکته به مطالبی که قبلا خدمتتون عرض کردم برای تکمیل شدن و جنبندی اضافه کنم. نکته اول این که به تفاوت معنی کلماتی مثل در و تا حتما دقت کنید. به عنوان مثال اگر توی قرارداد آوردین کارفرما مکلف است محل پروژه را تا تاریخ 33 تحویل مجری دهد، به این معنیه که از امروزی که شما قراردادو با کارفرما امضا میکنید تا تاریخ 33 کارفرما زمان داره که محل پروژه رو تحویل مجری بده. اما اگر توی قرارداد آوردین که کارفرما مکلف است محل پروژه رو به مجری تحویل بده. نکته دوم، خدمتتون توصیه میکنم که همیشه توی قرارداد برای هر واژه بیشتر از یک معنی در نظر نگیرین. به این جهت که اگر شما برای یک واژه 2 یا چند تا معنی در نظر بگیرید باعث میشه که قرارداد مبهم و مجمل باشه و قطعا این قضیه به شما آسیب میزنه. نکته بعدی این که خدمتتون توصیه میکنم از الفاظی توی قراردادتون استفاده کنید که توی عرف برای همه شناخته شده است. بنابراین لطفاً تحت هیچ شرایطی خلاقیت الکی خرج ندید و الفاظ من درآوردی برای خودتون ابداع یا خلق نکنید. توی قرارداد استفاده نکنید. اینجوری باعث میشه که قراردادی که دارید زحمت میکشید تنظیم میکنید مبهم باشه، مجمل باشه و در نهایت در مقام تفسیر قرارداد این شمایید که ضرر میکنید. نکته 4 از کلمات اختصاری توی قرارداد به هیچ وجه استفاده نکنید. مثلا به جای واژه کارفرما نیایید بنویسید کاف. نکته آخر این که دقت کنید جملاتی که توی قرارداد استفاده میکنید به هیچ وجه گنگ یا دو پهلو نباشه. به عبارت دیگه جملات قرارداد باید ساده، شفاف و دقیق باشه، به نحوی که هر کسی که اون قرارداد رو میخونه به راحتی اون مفهوم جمله رو استنباط کنه. خب اینم از بخش دوم قراردادمون، معنی الفاظ، که به طور کامل اون اومدیم بررسی کردیم. میریم سراغ بخش بعدی، یکی از موضوعات خیلی مهم، یعنی موضوع قرارداد.